студия Симо тақдим мекунад. клипи нави ҳунарманди ҷавон бо истеъдод Рамазони Салимзод. сӯхта дил чун парвона пар задам то кашона то бисозен ману ту дунёи ошиқона бенозанин дилдори ман ба қалби ман нишастаи ба наздикӣ аз дуконҳои фитафурӯшӣ дастрас намоед. ба ошиқон пайвастаи нашкан Air Production Air Production пешниҳод мекунад. гурӯҳи профессионалӣ ба наворгирии тӯю домоду арӯсӣ, консерт, клип, реклама, фармоиши мошин яъне кортеж фароҳам аст. таҷҳизотҳо вертолёт, кран, релес, стедикам, GoPro, форматҳои HD, Full HD, аксбардор, ороиши саҳна, гул барои домоду арӯс. телефонҳо 918 20 33 33 919 20 33 33. ин ширкат базми шуморо дар навҳои хотирмон рангин мекунад. ширкати Air Production. ин сифат ва ёддошти ширин. آقای پلیس حالتون خوب است؟ شب بخیر. بخیر است شما رو در اینجا زود میبینم. چی شد؟ با فکرم شما رو در این محله آقای پلیس و شسکوی موندن. چی ها؟ در اینجا من سوال میپرسم. من از سوال پرسیدن تو بسیار نفرت دارم. مرا ببخشید آقای پلیس، دیگر سوال نمیدیم. یک سوال مهم داشتم پرسم، گفتم که خیلی نمیپرسم. مایلش میرم. مادام که سوالت مهم باشد خیلی شرم نداشته بپرس. با خدا ناحرمتی میشود. من با شما زید شدن نمیخواهم. بگذارم این سوال در دلم پوسیده رود. بسیار ناز نکن برادر. گپی زدی بپرس تا آخر گپ زن. یا توبه، چه خیلی من به گفته های شما زید میبرایم. شما یک کارگر کلان دولتی، نپرس گفتید نمیپرسم. التماس. گپ شما هم راست، لیکن برادر عزیز خیلی بپرس. آخه همون گپت بپرس گپ زنید. اگر دارم کشان نمیپرسم بخدا. ای بچه ما یگان عروس چینیتی زورا نکردم. آقای پلیس کمی پیش کسی که از من سوال پرسد نفرت دارم گفتید کو؟ ای برادر میدونی که پیش گفتم که نفرت دارم. حاضر نفرت ندارم. سرما بیرون نکن. بپرس شاعره چی تو؟ دست حقزنی ملیسه رو بین. یک باری خیل میگه نمیپرسم. چی کار میکنی؟ اگر نپرسی حاضر در هر دست نقشی که میزنم میبرم در پدول زده دید میگم که با آتلا زور بشه. سرما بیرون نکی شوکت. مایلش آرام شو میپرسم. خرچ میخره؟ سیب جرغات. به سوال دوم میگذاریم. شما روزی گذشته با من سراغه خواهر کلتکیرس را دادید. من با آنجا رفتم هیچ کس نبود. چرا دروغ گفتید؟ جرغات. این سوال پیشینه بود. دومش را جواب ده. ای برادر تیز گپ نزن استا پرس. شما روزی گذشته با من سراغه خواهر کلتکیرس را دادید. من با آنجا رفتم هیچ کس نبود. زاغی سیاهی کس باشد مگر؟ این چرا با خانه رفت؟ آها در آخر اشاره یافتم. چوکر نیستی؟ سردارم بینید زاغی سیاه رو دستگیر کردم. بینید با شما زاغی سیاه رو آوردم. سیب سیاه. یگان دلیل داری؟ دلیل داری؟ مگر به دلیل آدم رو دستگیر میکنن؟ تو چه خیلی پلیس هستی؟ سردارم سیاهی محله همیه. با خدا دیگه سیاه‌تر شنه یافتم. دفشم بیعقلی. آقای پلیس بطای دلتون درباره من چیزهای بد گذرانده استین. اگر دیوال نباشه من اون طرف هم میبینم. میگم سوال اینو درست دادم. اگر سردارم میبود عجبا این مسئله رو از کلام جهت نظر میکرد.
من برادر عین زمان کار کرده ایستادم. از همون سبب به سوال شما اهمیت نمیدهم. در کوچه نگرد. رفته در خانه‌تون خواب. اولالا ماما میا. این در خانه بیام. خانه رو چیکار میکنی؟ همین خیلی اومدم. اولالا ماما میا. این چی گفتی سر؟ دیونه چه بچه؟ خدا بگیره چشمای چارکنجه بلاقته. خوراک های ما رو بسیار یاد کردی ها؟ در آنجا هم همین خیل خوراک ها هست اما مانند اینجا نه. حتی اینجا بوی پامیدور دیگر است. سمی از همه بسیارتر به فکر موشی پلاو رو یاد کردی ها؟ بله راست میگی. بسیار هم پزمان شدم. همین آدم نمیرسید. از آمدهش مرا ناآرام ساخته است. پنیر. درباره پنیر در بین شما چی چیز هست که ما نمیدانیم؟ بله من هم نمیدونم. زورا فهمون. نفهمون. بیا در این باره گم نزنیم. البته که میفهمونم. ما در وقتی مکتب خونیم بعضا به پنیر خوریم میرفتیم. سمی اون وقت از پنیر نفرت داشت. ما با سیلین میخوردیم و سمی نگاه میکرد. این چی خوراک است که شما میخورید؟ بله با من مطلوب نیست. طاقت خوردن اون رو ندارم. حتی یگون کس در نزد من خورد با این هم طاقت ندارم. بیامون اینا من در روی برویت خورده ایستادم کو. تو در اصل تیزی رو دوست می داشتی خوردن می توانستی ای رو قبول کن. خیر میلش ما باشیم با سلین شرط کردیم که کسی که به سمی پنیر خوراند خونه رو تازه نمی کند. شما بلوچه خیر کنی دوام ده؟ این کو از خفای من یک مو کوشش میکردن که پنیر خورانند. میدویدیم آخر تو پنیر نمی خوردی که بعد به سری من یک فکری عالی جناب اومد. با فروشنده مکتبمون گپ زنم کردم که هر روز در داخل گامبرگر سمی یک پرچه پنیر میگذاشت. بعد چی شد؟ یک نونی کلان رو گرفته بعد فرو برده ایستاده بود که یک نظر کرد و مزه‌اش رو فهمیده. باز یک گازه دیگر گرفت و گفت که دخترها این مزه‌اش به پنیر مانند است. صبح سرخ شد و داد زد. آی دلم سوخت. دیلت نسوزد. خیر به همین خاطر شرط رو بریده وظیفه خونگی را سلین کرده. تو بلوچه یا باش. اینه همین خیل شده پجان. بس است. بعد تمام روز همون خل صبح سرخ گشت. ای مگر به همین بچه خل کار کردن راست میاد؟ شیرینکی منو جونی. خانم عیب است و خیر عیب میدونید. این آدم را یگان کار کردن لازم. زهرا تو با من نگفتی سمی اساسا با شما چی میشود؟ زهرا تو مگر سمی را با داماد شناس نکردی؟ البته شناس کردم بابا جان اما زیا باید به مسجد میرفتن از همین سبب وقت صحبت کردن نداشتن. من یک دوست بی نهایت عزیز با نام الفت شاه داشتم. خداوند رحمتش کند. آمین. الفت شاه بسیار بر وقت از دنیا گذشت. وقتی که سمی بسیار خرد بود او از این دنیا رحلت کرد. از همون دوست عزیزم سمی برای یک کودک ماندنش برای من یگانه تسلی شد. از اون روز این طرف در زیر دستی من است. اما که اکرم مانند هر دفعه بسیار خاکسارانه رفتار کرد. بعد پدرم را از دست دادم با من صاحبی کرد به وای رسوند. خانم مرا حقش در بالایم بزرگ است. اگر امروز من در یگان جا باشم از خاطر اماک اکرم است. حقت رو چی خیل می سپارم. یعنی یگان رشته خویشاوندی هم نداشت؟ تو به همون همه وقت در داخل اویله ما بودی. سلامت باشید. خیر اکنون با من اجازت جنابان. معلوم به کجا دوملو؟ با مسجد جناب نماز است. خدا قبول گرداند. خوش آمده دوملو. سلامت باشید جناب. آمین. یک بار دیگر تشکر. من تو را گسل کنم جناب؟ نه لطفا تو با مهمان یک جایه باش. مالش شب خوش. تا بازید. شب خوش عزیزم. شب خوش جانم. به من هم اجازت. وقتی داروخوری هم آمد باز کمی استراحت میکنم. براحت باشید. اشتهای تمام. شب بخیر پدر. شب خوش. در یک روز چند بار با مسجد می رود؟ 5 بار. هر روز؟ یک روز یک شنبه. هر روز. خیر چی؟ امشب با یگان جو تماشا رویم ما؟ فکری اولی جناب. از شهر کمی دور شدیم. بعضی جایها رو فراموش کردیم و مانندی دوره های گذشته وقتی خوش میگذرونیم. حالا جوانت بر آمده استراحت کنید تماشا کنید. مانندی ما در خانه میشینید. البته سمی جان حالا تو جوانی زن نداری رفته استراحت کردن که اگر مثل من زنگیری از استراحت میمونی.
به جایی های اولی جناب کشوده شده است. بعد از رفتن تو این شهر بسیار تغییر یافته. اگر پگوشه به تماشا برایم چی می شود؟ تو مانده شدی، من هم کمی خواب دارم، بر وقت باید بیدار شوم. یعنی بازی رو ویرون میکنیم؟ ای سمی جان، شاید این کار به دامولای زهرا پیسان ناید. تو هم التماس زهرا رو بفهم در این حالت. چرا پیسان ناید؟ این چی علاقه دارد ینگه؟ زیو به این خیل کارها دخالت نمی کند. زهرا جان، من خوبی تو رو فکر کرده این خیل میگویم. آدم در نتیجه دومولو است. یک نمیگوید، دو نمیگوید، در سیومش انگشترین رو برویت میپرتاید. اینقدر هم نی. نفهمیدم چرا انگشترین رو برویم پرتاید؟ چی علاقه دارد؟ مادر چرا این خیل میگویی؟ دامولوزیو اینقدر انسانی دلسنگ نیست؟ یعنی اما تو هم از دامولو اجازت میگرفتی؟ یعنی با تو رو جنگ نکند که با این خیل جایی ها رفتی؟ با خدا جنگ کردنش ممکن، یعنی در نتیجه این خیل کارها اونقدر با او پیسه نیست. تا کجا خاموش میسته داخل. هر کس آخر تا جای صبر میکند، یعنی کاسه صبرش لبریز میشود. این زندگی شخصی من است. به هیچ کس علاقه ندارد ینگه جان. مایلش سمی جان، پس میرویم. من یک بار سلین رو هم دعوت میکنم. عالی جناب. سلام آقای پلیس، از اکم یکم خبر آوردید؟ اکاتون درباره اکاتون متاسفانه یگان خبر به من نرسیده است. من در این جاها خانه کفته ایستادم، از شما یک پرسم گفتم. تمام، در خاطر میگیرم. یگان خبر اگر شد به من خبر رسانید. این تر باشه یک لیموچه دم کنید، من اینجا میشینم. دلم سیخه، نمیدانم چی کار کنم، دلم سیخه. مایلش این رو میبینم. رحمت، باز بیایید. استاد پیش از برآمدن یک سوال پرسم. هجری جان، سراسیمم. استاد پاتینکای مرا دزدیدن. گوش کن هجری. چی؟ پاتینکات رو؟ استاد پاتینکا هم نیست. هجری، نخود در خانه خدا پاتینکات رو دزدن. اما نمیدونم استاد. آغاز به این مدد کن، یکم پاتینکایی و بعد گنجو باز کنگ نخورد. هجری جان، کمی دقت کردن در کار. عذر میپرسم استاد، مرا ببخشید. پاتینکات کجا شده نکه هجری؟ نمیدونم، در همین جا مونده بودم. اون طرف رو بینیم. خدا از کسی که پاتینکاهای هجری رو دزدیده است راضی باشد. از یک سوال خلاص شده. استاد، استاد انتظار شوید. سوال پرسیدنی بودم رفته استاد. یا خدایا، هجری مگر من میگریزم؟ پگاه میپرسی سوالت رو، پایلوش میدوی. سوالت بسیار مهم است. می استاد روزی گذشته گفتم که سوال نپرسم، به خدا تو سر خوابم نبود، بسیار خواطر شدم. بپرسه. استاد جلوی تقدیر، سوالی که از شما میپرسیدم به سرم اومد. پاتینکام رو دزدیدن. استاد کسی از مسجد پاتینکا دزدد دوزخی است؟ نه هجری، تو عجایب انسانی. نویس، اگر شرایط آن شخص مظلوم باشد، احتیاج داشته باشد، یگان گناه نیست. اگر شرایطش خوب باشد، این بسیار گناهی وزنین است. او باید که در روی لای 1 ساعت راه گردد. در روی لای راه میگردد؟ تیز از اینجا رو خنکت میزند، بیمار میشوی. من رفته یک بار دیگر کوبم پاتینکام رو استاد. خداوند این مشکل رو به سر هیچ کس نآورد استاد. رو خدا راضی باشد استاد. سلامت باش. این پسر شوخی میکند یا گپی حق میزند؟ با خدا که نفهمیدم.
аниқ бояд биомӯзам. намик лаваше бисёр ғамгинам. намик мебароем. куҷо меравем? алло селен, дар куҷои? чанд соат шуд ки ҷустуҷӯ дорамад? ой узри зиёд мехоҳам, телефонамро беовоз монда будам. ба корхонаи қаннодии шумо омадам. дилам каме ширинӣ хост. лекин офарин селен, магар аз ин қадар роҳи дур барои ширинӣ ба коргоҳ рафтӣ? ҳай чӣ кор кунам, дар ин маҳаллаи шумо шириниҳои бисёр болаззат мекунанд. маъқул шуд. ҳай майла, шаклан маро гӯш кун. мо бо самиву мелис ба маркази дилхушӣ рафта истодем. биё, ту ҳам дилхушӣ мекунӣ. майлаш азизам, ҳамин шириниҳоро гирифта меоям. тезтар биё селинҷон, боз дер накунӣ. майлаш зуҳроҷон, шумо равед, ман либосамро иваз карда меоям. майлаш хайр. то боздид. хай хай. ассалом хонум селен, сиҳат ҳастед? худоё чӣ хел тасодуф. чӣ хонум селен, ягон кори бад аст? ту кай аз ман дур мешавӣ? селен ҷон, бо ин гапа лементи оддиро дар назар дорад ё лементи полисро? даматро гир. не, ман яъне шахсе ҳастам ки ҳеҷ вақт аз пушти вазифаам катагӣ намекунам. аз ҳамин сабаб ман пурсидам. аз ман дур шав. намик ин ҳамон духтар нест? ҳамон аст. хонум селене, оя хонатон ягон кас хозгорӣ омад ё ки харидор кам аст? дӯстона як маслиҳат. левен ҷамъи селен баробари любов. чӣ хел фаҳмидӣ? гум шав аз наздам, девона. шаб бахайр хонум. ин чорчашмо агар нороҳатат карда бошад, гап зан бардоремаш. бача чӣ хел гап зани? бардор наки ки мебардорсагина мебардорам. фаҳмидӣ бародар? фаромӯш наки ки рӯ парои ту милита истодага бо номи левент. ту маро таъдим мекунӣ? бародар, ин як чиза нарӯшӣ мегӯям. ҳозир дар дастот мезанам, баъд аҳволата мебинам. ака ба корманди орган шӯхӣ накун. бо ин оҳанак чӣ худнамоӣ дорӣ? оғо дуруст мегӯяд, ӯ маро нороҳат карда истодааст. ин оҳанро ба дастони худат бибанд ва маро аз худат наҷот бидеҳ. ин сардори мафия аз ту дида инсони хубтару бо маърифаттар аст. хонум, ман сардори мафия нестам, соҳибкорам. лутфан хато нафаҳмед, хоҳиш мекунам. ту чаро гапро намефаҳмӣ? чаро аз қафои ман медавӣ? ман аз ранги рӯи ту безорам. бинамуд. майлаш селен, модоме ки ин хел мехоҳед, ман дигар аз пушти шумо намедавам. роҳи ману ту аз ин пас ҷудо шуд. ба худо левента падвадид кард. सच है कि दिल तो दुखा है, हमने मगर सोचा है दिल को है गम क्यों. агар хоҳед то макони зистатон бурда мерасонем. ташаккур. ман худам мошин дорам, худам мерам. майлаш, шабҳои хуш. जाने ही तो जिसका निशान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो. صدقه عشق پاکی مکلد خدا من کرد کرد با عوضی دوستداری من میخیل میکنی سله آتش عشقت را که در دلم سالهاست پرورش میکردم در یک لحظه پوفش کردی. روی همه یاشی خاصی ها این روزشی ها لمه قطعی عاشقی. خانم سلن دل مازی میکفه خدمت دارده میکشم. آسیاب بنابت های یکی ما در نوبت نمیرسم. барои бобоям ҳам бисёр хуб шуд омадани самия. ӯ бисёр хушҳол шуд. надонам ҷонакам,
лабай ҷонам. زهرا به تو درباره ذوق سیاه یگو چیز گفت؟ не чаро نه هم تو خواطر شدم. аҷабо мо ҳам бо онҳо ба маркази дилхушӣ мерафтем. хеле хуб мешуд. аз рӯзи аввал самиро ҳам ранҷондем. бо ҳамроҳи ту кай ба вақти хушгузаронӣ рафтем? عزیزم بسیار ماندم. یعنی خوبشون که در خانه ایستیم. хайр набошад ман ба ту ягон хӯрок тайёр кунам. шояд гурусна мондӣ. نه این شب من خوراک میپزم. ту рост мегӯӣ? اوه حالا بسیار چیز میشنوی خانم علی. در نبودن تو در آشخانه بسیار هم آشپزی ماهر شده. نخور. البته مخصوصا در پختن تخم بریان. امشب در منوی ما تخم بریان. хайр набошад тайёр куну бихӯрем. шавҳари азизам. عزیزم. شام بخیر. خوش آمدی داماد. بیا بیا. شام بخیر دوملوزیو. شام بخیر. من در اصل نزد زهرا آمدم. دوملوزیو سمی عروستро бурд. برد؟ бурд. برد چی معنی دارد؟ این زن چی خیلی گپ میزند؟ بخشیش خانم طول نجب آقای سمی دختر رو کجا برد؟ پسرم به سیر و گشت بر آمدن. هیچ کجا نرفتند. به فکرم به تو گفتن را فراموش کردن. شاید. اگر خواهی تو هم رو زهرا بسیار خرسند می شود. خیر معلش من شما را بسیار ناراحت نکنم. شبتون خوش. سپاکوینی نوچ. گود بای. شبی خوش. سلامت باشید. بای. همین ریشی من هیچ نبر آمد. زهرا تو دوملوزیو رو تلخ کف میکنی. کلا در اینجا پسری دانشگاه خواندگی مونده مگر به تو نظر میکردن؟ هم پسری زیبا به حالت نگه. با من چی شده اجتاده است؟ حاضر دلم میکفد. الو خانم زهرا شما در کجا میگردید؟ مایلش جونم. خیر دوملوتا بازید. بای بای. دوملوزیو هم میآید. یک نمایشی عالی جناب. رقص ما رو انتظار نگوی. زهرا لیکن من یک چیز رو نفهمیدم. چی بوده است؟ شما یعنی تو با دوملا چی شده است با ما؟ مگر بین شما یگان موافقت موجود است؟ گوش کن خطا نفهم. تنها از خواطری هم پرسیدم. سمی جان اگر به اطرافت با دقت نظر افکنی در کائنات همه چیز برای پره کردن یکدیگر آفریده شده است. نفهمیدم. خیلی میفهمونم. به فکر من برای مناسبت مکمل طرفان نباید که به یکدیگر موافق باشند. چرا؟ چون که گوناگونی بایگری است. تنها با این راه یکدیگر رو پره میکنند. مانند یکدیگر این مثل آهن ابو است. این سخنها را این دوملو به تو نشان داده است؟ چه علاقه داره سمی؟ بیاید این گپا رو مانیم به درون درویم. مرحمت خانمان. اینجا با تو معقول شد؟ زیباست اما چه نیتونه؟ واهی من نکن سمی. واهی من نمی کنم. لباس هایت بسیار زیبا. در بین همه دیگر خیلی تو. تشکر زیاد. با خدا راستش رو گویم وقتی که تو رو دیدم بسیار در حیرت موندم. وقتی که من رفته بودم تو مای دهک بودی. آنقدر هم نیست سمی. ها میخل دخترها مانندی دوره های گذشته شده میخله اینها رو یک طرف نگذاریم و دمو میدیم. دوملا هم آمد. اکنون همه پره شدیم. سیاه در این جاییم. خوش آمدی. سلام علیکم. سلام بابایشون. خوش آمدی. خوش آمده. دخترها یکون کس دستشویی میرود؟ نه جونم. سورا بیا رقص میکنیم. خفه نشو سمی. بسیار مونده شدم. سورا روز خورسندی همون رو دریا داری؟ رقص کرده بودیم که تمام مکتب ایران شده بود. فهمو تو امروز خواهش نداشته ای؟
ملیس رقص میکنیم؟ البته. رفتیم. سلین رفتیم. تشکر زیاد خانم زهرا. برای چی؟ یعنی برای مسئولیتتون رو دونسته با سمی رقص نکردنتون. خواهش میکنم. او بسیار شناسی کنتون است. نفهمیدم. این سمی احمق رو وای سمی رو میگویم شناسی کنتون است. بسیار دستی کهنه امان است. سمی، ملیس و ما در یک مکتب میخوندیم. پدر سمی در شرکت بابایم ادوکات بود. بر وقت وفات کرد. بعد بابایم سمی رو سرپرستی میکرد. او رو به خارج فرستاد. چه تمام عائله رو دست میدارد یعنی؟ نفهمیدم. میگویم که عائله‌تون نگاه بین کرده است بسیار رفتار خوب است. این دفعه کارت مشکل است بچه. این سمی مانند چقدر افسوس نیست. این بین رقص کنی هایش رو بین. این من بتون اگر ناراحت شده باشید میتوانیم رویم. خوبم. باوری داره؟ باوری دارم خوبم. یعنی برای من هم دیگرگونی شد. من تو یکون خطای این سمی رو نیفتم اگر راحت میکنم. شب بخیر. شب بخیر. با فکرم تنهایی. بله. سیوال جون، یعنی میبینم که تنهایی با تو یردم دیم عزیزم. نه رحمت، لازم نیست. تو چرا اومدی؟ من خانه همسایه نسخری رفته بودم، دیدم که اینجا شما تنهایید. گفتم یک در آمده یردم تیم، یکون لالی نوشته باشه، یکون کاسه باشه یردم کنم. اگر گویی یردم میکنم، نگویی میبرم میرم. تشکر در کار نیست. سیوال، من آمدم دخترم. شما هم در همین جایید شفقت؟ سلام خانم، احوالتون خوب است؟ تشکر. خودت چخیلی؟ رحمت، نه خوبم نه بد. خوبی شما رو چخیل برگردانم نمیدونم. برای امروز کارتون از دست نمی خلاص کردنی سیوال. اپا من مودم اندک نیستم. من برای همون نمی که شتکش کردم بهونه میجستم با پای خودش اومد. تشکر، اما برای من شده. حیاتت رو به خطر نگذار. من خودم رو محافظت میکنم. از اینجا رفت دیگر به اینجا نآی. فهمیدی؟ در اصل من هم خودم رفتنی بودم. با من اجازه. شبهای خوش. تشکر زیاد. تسیز خبر گیر. انشاءالله شبهای خوش. به شما هم شب خوش. سیوال، چرا با این قدر ناحرمتانه رفتار کردی؟ و تو چی کرد؟ شما بسیار زیبا میرقصه. چرا با رقص نامده؟ با خدا امشب با فکرم آنقدر خواهش ندارم خانم فکر نکنید. با زور رو رقص نکردید، اقلا با من رقص کنید. ما اکنون رقصمون رو در تویمون میکنیم خانم ملیس. گپ های دوملو رو ببین. اوی زهرو، رنگی چشمم تماما ریخته است. کنی بینم؟ کمی ریخته است اما معلوم نیست. من این طبیع سودا نمیتوانم. رفتیم دوزا کنم. چی؟ دستشویی میروید؟ بله عزیزم، من هم میروم. مایل جانم روید. دوملا خوب که اومدید. میگویم که در سرمون دوملا بودنت خوب است. معلوم در اینجا شیطان ها بسیار. بله پیر شیطان توی. مگر من تو رو با زهرا تنها میگذارم. سلامت باشد آقای سمی. شما هم اکنون اعضای این عائله حساب میشوید. یعنی اگر قبول کنید یکدیگرمون را آقا گفته خطاب نکنیم. اگر قبول کنید من شما را سمی گویم، شما مرا زیا بگید. یه شوخی؟ البته سمی. با انگشت زهرا انگشترین انداختن اینقدر آسان است. برای دوملا عموما تو چه حیله داری اما میبینیم. ای بچه این حریف را بین. بخنده این نگر یک به دهانش میزدم. دوملا نترسی، شربتی میوه است.
پرگپ. به خدا پرگپ است. بسیار هم شب زیبا بود. یاد کرده بودم. خوب کردی که اومدی سمی. بیاید اکنون به خانه داریم. سمی هم مانده شد خوب میکند. چه خیلی خوب کردن. این احمد در اینجا میماند یا مشکلی دیگر؟ جانم اگر خواهی تو هم خوب کن. در اصل از پشیمو بیخوابی کشیدی. سحر باید بر وقت بیدار شوی. این پشه در اینجا خواب کند مرا چه خیلی خواب میبرد. زهرا کمی صحبت کنیم. البته. زیا جان از شینا شدن با تو بسیار شادم. بسیار شب زیبا بوده. من هم. به هر شما شبی خوش. شبی خوش. بای بای. اینه بینه مانان دستت رو گرفته. ندم گوش میکنم. این چه خیلی ویدو همینم کار است. بای بای گفت. بای بای نگو. انسان کمی مرد میشه و داخل این چی رفت دارد. هنگام رفتن دست میبردارد. دمونو اویسته میشنم و داخل. شنا و شنیدن گیرد بس بوده که داخل. چقدرش رفت سمیش اومد. ما اینجا کی هستیم؟ ما یکم بگونیم. دمونو استغفرالله. دمونو استغفرالله. ایبرو نمیدونین مگر این خیلی ممکن؟ بله همین خیلی ممکن. استغفرالله دمونو. حاضر از هوش میرم. از هوش روی رفتن که اگر من تو رو دارم آمد از همین تو رو دارد. این چی گپ خودش؟ گوش کن خانم زهرا 100 بار گپ زدیم. من یک دامولا هستم تو هم فاتح شده ای من هستی. ای این خیلی رفتار با تو نمیشه. اما دامولا او دوستی نزدیکی من است. من زد کسن دوستی نزدیکی تو رو با کی میفهمونی اینها رو؟ نمیبینی او با تو چه نظر میکند؟ مگر من نمیدونم؟ دامولا مگر عیب نیست؟ عیب است. ما مگر همین خیلی گفتگو کرده بودیم. ما حسیات ما رو باید آمیخته نمی کردیم خوب مناسبت نمی کردیم ها؟ یا این که شما با من رشک دارید؟ چی میگویی؟ چه خیلی رشک؟ من کجای تو رو رشک میکنم یا خدایا؟ ای دختر تو فاتحه شده ای من هستی. این خیلی هم باشد با یک جوان به شرم اجازه داده نمیتوانم که آماده دستورتری من رو کند. اون سمی ابله رو یک جا میگذاریم. تو بر رفتار باید کمی دقت کن. این خیلی نمیشود. چه خیلی اون سمی به شرم با تو نظر کرد با ما معقول نشد. میفهمی؟ ای دختر من مقصد جوانان رو میفهمم میدانم. لطفاً با وای آدم دیگر گپ نمیزنی. مرا فهمیدی خانم زهرا؟ فهمیدم دامولا. آفرین. دامولا لبای دامولا من چی ها گفتن شما رو تخمین کرده نمیتوانم. اما سمی دوستی من است. دوستی اویله ما حساب می شود. یعنی تنها دوست نگوید یعنی دوستمون دوستی پیشینم دوستی اویلوی من است. با شما چی رفتار کردنتان رو میدانستگیستی؟ برای مرا فهمیدنتان تشکر زیاد. شبتان خوش. تو تنها در سرت خیال کرده پت پت کن. وقتی که با دختر روبرو شدن به دهانت آگل بی عقل تو حتی جای خوب هم نداری. کلتکل است. ای برادر در اصل این دختر با ذوق سیاه حیران است. نه این دختر با اون بفهم نظر نمی کند. گرچند که ما چی دخترها دیدیم نظر کردیم. ای عصبی نشوی. ای ذوق سیاه در ای تو رسید. ذوق سیاه شما ذوق سیاه. خانم زهرا خواب نبوده؟ ناراحت نکردم انشالله؟ خواب نبرد مرا. بیدار بودم. اگر خواب هم میبرد در خواب هم میدیدم شما را. خواب در کار نیست حقیقت در رو بروید. از هیجان چیزی گفتن نتوانست ایستادن. این خواب باشد یا حقیقت؟ خانم زهرا امروز شما را کمی غمگین دیدم. یگان مشکلی دارید مگر با من فهمونده میتوانید؟ شما مرا پی بردید؟ مرا در کجا دیدید؟ نه در مرکزی دلخوشی دیدم. شما هم در اونجا بودید مگر شما را من ندیدم؟ می بودید میدیدم. یا اینکه شما را دوست داشتهتان میرنجاند؟ نه نمیرنجاند. شوهر شونده مرا شما میشناسید؟ اگر این دامولای احمق رو گوید یعنی اگر یگان کاری خطا کرده ایستاده باشد مسئلهش رو بینم. نه لطفاً به او ضرر نرسانید. ذوق سیاه او بسیار آدم خوب است. با فکر ما را دوست می‌دارید؟ نفهمیدم.
این هم سوال است مگر یگان شخص با آدمی که دوستش نمیدارد آیله دار میشود؟ نه من او را دوست نمیدارم، این خیلی نیست. چی؟ نفهمیدم. پس چرا با او آیله دار میشوید خانم؟ چرا آن شخص را با حسیات میارید؟ من هیچ کس را به حسیات نمیارم. آخر او مرا دوست نمیدارد. او دامولای مسجد است و باید او با کسی آیله دار شود که در اطرافش است. چه خیر؟ خودم را گم کردم، خودو بگیرم. خیر مالش خانم، من با این خیلی کارهای آمیخته سر و کار ندارم. مرا دیگر نمیبینی. اما من با شما یک چیز گویم. دامولا را دوست دارید، آدم خوب میتابد، شما نمیشوید. یک دقیقه ایستید، من همش رو به شما شرح میدیم. شبتان خوش. اوف، زاغ سیاه نروید، ایستید، نروید. ای به اینجا بیاید، رفتید. رفت. تمام ترسیدن در کار نیست. زهرا با زاغ سیاه عاشق است، اما حالا باشه زهرا رو با واسطه زاغ سیاه با داملوزیا عاشق کردنم در کار. اما چه خیل چرا ترسم؟ آخر من زاغ سیاه هستم که با یکان رو حل میکنیم. در کار شود نقاب را میکشم، کار حل میشود. چی کار کرده ایستادم دیوانوار. یه ذر از اینجایی خود با خود گبزه. شپرکوی شبانه کنی فهمونید شبتون چخل گذشت؟ بسیار خوشحالی کردیم. هرچند دامولازی و کمی ناراحت شد. البته ناراحت میشد است. دامولای مسجد در اون خیل جای ها چیکار میکند آخر؟ ینگه او هم مثل انسان های دیگر نفس دارد. نمیگذارد که در باره شوهر شونده اش گپ زنی. سمی این شهر رو با فکرم بسیار یاد کرده ای؟ بسیار. حتی این کوچه در خوبم در آمده بود. من از این خاطر با اینجا آمدن را قرار دادم. پسرم زیبایی این کوچه هم نمانده است. در گذشته این کوچه بسیار زیبا بود. ملیس با فکرم امروز آنقدر کاری مهمی نداشتی ها؟ اگر خواهی او تو رو به سیر و گشت برد. هیچ مشکلی نیست. هوا خوب است. تو چی میگویی؟ البته میشود. البته اگر ما کار نمیداشتیم با تو میرفتیم. زهرا تو هم آمدن میخواهی؟ بابای ایشانش اجازت نمیده. چی شد جانم؟ شوخی دارم؟ نه حتی در این خانه شوخی هم کرده نمیتوانیم. هیچ کس شوخی رو نمیبردارد. شوخی هم یک جای دارد. آخر شوخی چی است؟ تو بسیار خوب میدانی. یک شوخی رو تکرار کرده ایستاده ای، اکنون بس است. تو با پدرت یگان گپ زده نمیتوانی کو. تو مرا در مقابل پدرت محافظت نمیکنی کو. آفرین بشه. چی میگویی تو؟ پدرم راست میگوید. همین خیل فروخ؟ وا به فکرم زیا آمد. فریده؟ سلام. خوش اومدی. تو چی کار داری اینجا؟ خوش آمدی. خوش باشید. اشتهای دام خفه نشوید، شما رو ناراحت کردم. این دختر کیست؟ فریده دوستی مکتبی هم بابا جان. همین خیل. خوش آمدید دخترم. خوش باشید. نشیده خانم بینید مهمان آمد، به او یگان چیز بیارید. در اصل وقتی زیاد ندارم، زود مسئله رو بیم خوب می شود. من اینجا برای زهرا آمدم. برای من؟ بله، من در تلویزیون کار میکنم و میخواستم درباره عشق غیر عادی یک برنامه کنم و تو به سرم آمدی. اگر قبول کنی. انتخاب خوب کرده ای. عاشقانی زمانوی. بله، من هم از این خاطر به اینجا آمدم. ملیس نقل کرده بود. به فکرم تنها شما آمده در حالی که موضوع درباره عشق غیر عادی بود. من باید تا پگاه این وظیفه رو تمام کنم. لطفاً با شوهر شونده‌تان به من کمک کنید. التماس رد نکنید، برای من مهم است. به سر آقای بسیار هم درست آمدی دخترم. از این عشق بسیار هم غیر عادی و بزرگ است. زورا دخترم به مسجد روید، زیا را گرفته یک جایه شده کار دوستتان رو حل کنید. روید. شوکت در کوچه ها نگرد، وضعیتمون اونقدر خوب نیست حالا. برادر وقتی که تو این خیل میگویی یک و یک باره غمگین شده با بیرون بر اومدن میخوام. در خونه دیلم تنگ میشود.
تو معرکه با معرکه بگرد و من در خانه بشینم. مایلشو برادر آخر لیدن در این جاها گشته شده است. از یک طرف نمیک گوش کنی، این نمیک یکم خوبی میکند به تو. اگم که نمیکه بیا دنبالو مرا قدسی اولجا نکاح کن. کارد را برآورده به شکمت 2 بار میزنم، بعد میبینی حالت رو. با خدا دینه که همین سیوال گند عصبو ما بیرون کرد. دیگه نمیفوره بینیمش. تو رفتن گیر من کرگام ماش. برای ما همشیرینه هم بیزورم. در کوچه ها بسیار نگرد و سلام. سلام علیکم. مرحمت دومالا. تشکر خانم. چیه دومالا؟ دوستتون شفقت شکایت کردنی نیستم اما خانم سیوال چیزی باشد روشن نقل کنید. التماس با او فهمانید که نسبت من با دقتانه رفتار کند. چی شد؟ یگان کاری خطا کرد؟ نه یگان کاری خطا نکرده است اما من با شخصی به مانند او نه، مانند شما با یک شخصی با ایمان اویله برپا کردن میخواهم. میدونید نمیک به دلم زد. با ایمان ها؟ البته خانم سیوال راست میگوید. من با شوکت گپ میزنم، با جای او از شما بخشش میپرسم. شما را خطا فهمیدید. شاید دومالا یک دقیقه بش با یک چیز میارم. یا خدایا این دختر چی عجایب دختر. دومالا این برای شما. لطفاً کشایید. برای شما گفتم، برای تمامی خوبی‌هایی که برای من کردید. آره همش تشکری زیاد. خانم سیوال لازم نبود. هیچ گپ نه دومالا. زمستان هم آمد، هم گرم نگاه می‌دارد. سلامت باشه. تشکر زیاد. زهرا گردن بندی نم خریدی زیاد جان؟ نه وای خانم سیوال برای منتداری با من این را خریده است. بخیر باشد. رحمت. این کس فریده. سلام علیکم. او روزنامه‌نگار رادیو و تلویزیون است. برنامه دارد در رادیو با نام عشق حقیقی. عشق ما را میفهماند به همگان. چی میشود حالا نفهمیدم. یگان چیزی نفهمان است. یک چند سوال میپرسم شما جواب میدهید. تمام. عشق به زهرا داشته تان را چخل میفهمانید؟ مانند شخصی که دیگر هیچ بر نمیگردد او را انتظاری. چی خیلی؟ یعنی فکر میکنید که یک جای نمیشوید؟ نه اما شخصی را که یک عمر منتظرش میشوی و او هرگز بر نمیگردد. این همه خیلی است. نمیدانم. با یک دوملو اویله دار میشوید. برای این طرز زندگی خودتان را ترک میکنید. اگر با طرز زندگی یک دیگرمون دخالت نکنیم هم یک دیگر را حرمت میکنیم. مثلا بر رفتارهایم بسیار دقت دادن را آغاز کردم. از آن چیزهایی که بعضی پسند نیست پرهیز کردن را کوشش میکنم. زهرا جان خودت رو به دست گیر. مالش با یک کلمه عشقتان را بیان کنید. آرزو صبر صبر نه حرمت باشد. چه خیلی که میدونید محبت هم میشود. بار اول عاشق شدنتان را کی فهمیدید؟ خودم رو وقتی که تماما به خطر حس می‌کردم.
کمی شرمیدید؟ بسیار حسیاتی عجیب. گویا حس میکنی که در دنیا یگان قوه به تو ضرر رساندن نمیتواند. یگان قوه. خودت را تماما بی خطر حس میکنی. اگر از روی طرز زندگیتون برای جدا شدن مجبور شوید، حیات خودتون رو ترک کردن، حیات او رو زنده میکنید؟ عشق این سوزنده است. اگر به کسی عاشق شوی که اون رو نمیشناسی. سلام علیکم بابی راج خوبی؟ مرا گفتی نمیگی؟ او تو را گفتم. میگن که همین دوملوزیاتون یا آدم فریبگاره راسته؟ تو چی ها میگویی؟ ادبی گپ نزایرد. این گپ همه نگفتم. تمام محله میگه که دوملوزی یا مرده که دیوس های. این گپ ها را از کجا میبروری؟ چه ها میگویی؟ من نگفتم. عروس شونده دوملوز یا زورو از کو؟ یک زاغ سیاه دیگر در محله پیدا شده کو؟ اکه خلیل تو میدونی؟ زورا قطعی زاغ سیاه میگشته. پروتستیان نکن امیر، گناه تهمت بسیار عظیم است. گناه دختر را به گردن نگیر. البته که حقیقت تلخ است میگویند. استادم باز نفهمد. من بفهمه و دوملوگی را بس کنه. یا شرمندگی ایزو میکشم که در این محله بگردم. یا خدایا، زهرا را برای دامولا من خواستگاری کردم. به یکدیگرشان چنان به محبت نگاه میکنند که این روش سیاه میکنه. این نمیکچه همیشه بدخواهی میکند. استادم گناه ندارد. طبیعت این آدم همین خیلی است. یک حیات تهمت میکند، دیگر کار ندارد. به هر دویتون تشکری زیاد میگویم. خواهش میکنم چیکار کردیم که نمیارزد. این به شما فایده میرسانده؟ بسیار، حتی زیادتر. تشکری زیاد. زهرا جان، ما هم باید خیزیم. با کارخانه دیر کردیم. مرش عزیزم. بله، من هم به مسجد روم. بسیار هم یک روزی زیبا شد سمی. بله، من هم بسیار خوشحالی کردم. این زهرا با اون شخص از کی باز یک جای است؟ دوملو رو در نظر داری؟ آها. اونقدر دور نه، همین نزدیکی ها. یعنی عشق ناگهانی ها؟ به خدا همین طور. برای زهرا خوب شد. در کارخانه بند شده ماندگی بود. اکنون به حیاتش رنگ در اومد، گفته خطا نمیکنیم. کدام کارخانه؟ زهرا کارخانه خودش رو دارد. ها درست. بله درست. چی میگویی اگر کارخانه رو زیارتی ناگهانه کنیم؟ میشود. چرا بیا میرویم. چی خیلی میرویم؟ از اون کجا میگردیم؟ مایلش. شنیدم که زاغ سیاه با زهرا علاقه دارد. درست است؟ من به این باور نمی کنم، گرچنده که مردم میگویند. این همه تهمت است که بر دامولا بستند. عیب است، گناه است. من شنیدم را گفتم. یا توبه. سلیم، دوملوزیو به سوالهای عاشقی بسیار زیبا جواب داد ها؟ او از تولدش این خیلی قابلیت داشته است، هیچ عیان نمی کند. به خدا آفرین. در حقیقت عالی جناب بود. من حتی اینقدرش را انتظار نبودم. به تو یک چیز رو گویم، اگر او این طور نقش بازی نمی کرد، من کایها خودم رو بول می دادم. ما آمدیم. خوش آمدید. چی خیلی است؟ بین ما دست خالی ناومدیم. خوش آمدید. تشکر. کارخانه اتون بسیار هم زیبا بوده است. معقول شد. رحمت جانم. معلوم بود که زهرا یک معمار بسیار عالی جناب میشود. رسم‌هایش عالی جناب بود. اوه، شرمندم نکن. رنگ اینجا بسیار موافق آمده است. معقول شد به خدا. اگر یگان کس آمده اینجا را بیند، خودش پیشنهاد همکاری میکند. بس کن تعریف رو. تشکر. زهرا اولین روزی با سیر و گشت رفتنمون رو در یاد داری؟ او لباس ما رو تو انتخاب کرده بودی کو؟ تو کو در انتخاب رنگ همه وقت عالی جناب هستی زهرا جان. در یاد دارم. سلام زهرا جان. خوش آمدی زیاد. این چه سورپریز زیبا. امروز به فکرم روزی سورپریز ها بوده است. وقت زیاد ندارم، موندن نمیتوانم. متاسفانه. خوش آمدی زیاد الله. خوش باشی سمی یوسف. اگر ناراحت نکنم یک چیز رو صحبت کرده میتوانیم زهرا؟ البته، با اجازت شما. زهرا را کمی از شما دور میکنم، خفه نشوید.
خانم زهرا، شما گفتید که با سمی یگان علاقه ندارید. دوملو، من برای شما دروغ گفته بازی کرده ایستادم، اما شما با من باور نکرده ایستادید. دوملو این چه خیلی گپ؟ البته که باور دارم. این خیلی باشه چرا درباره سمی به من هیچ چیز نگفتید؟ چون که علاقه ندارم. چه خیلی نداره؟ اولین روز سیر و گشتم من میگوید. دوملو، یک بار به قهوه خونه رفتیم، به قهوه نوشید. یک بار. اول اخرش همین است. گوش کنید، این به من تعلق ندارد، این حیات شخصی شماست. اما چیزی که به من تعلق دارد این است که از این من خبر ندارم. دیگر باز کی میداند این را؟ عجبا. نه فهمو، همه میداند، یک من نمیدانم. خانم لطفاً گوش کنید، لطفاً از سمی دور شوید. بخشش، شما از سیول که دور میشوید؟ این حالا با موضوع ما چی دخل داره؟ دخل دارد که میگویم. چه علاقه داشته از گوید؟ من هم دانم. دوملو بیاید این رو به یک طرف بذاریم. خیر مالش، از آن زاغ سیاه هم دور شدنتون رو خواهش میکنم. با جای آنکه ذکر خدا رو کنم در مسجد هم از زاغ سیاه و زهرا میگویم. آدم و دیوانه شدن مگر این خیلی چیز درست است؟ با شخصی که من باری هم ندیدم چه خیلی بین ما علاقه می شود؟ سمی؟ اما روی سمی رو میبینید. باز به اول برگشتیم ها؟ گوش کنید زهرا، اگر شما با او نگاه نکنید و با شما این خیلی رفتار نمیکنه. گپای گفته اتان رو گوشویتان فهمیده ایستاده است. مرا تحقیر نکنید، فهمو؟ من شما را تحقیر نکردم. کرده ایستادید. چی خیلی گپ ها؟ ای چی معنی دارد؟ مگر این خیلی رفتار کردن رو من به سمیر اجازه میدهم؟ من نمیدونم. چی خیلی نمیدونید؟ با شما وضعیت رو فهمونده ایستادم. یک بار به قهوه خانه رفتیم، زمانی که کودک بودیم. گفتم این رو، گفتم. دوملو گوش کنید، این بازی برای هر دوی ما بسیار مشکل است، میدونید. اما یک روز یگان کس از این بازی ما خبردار می شود و واقعه را به همگان می من نمیخواهم، من این کار رو نمیخواهم. هیچی خیلی گپ نمیخواهم. چی خیلی اینقدر باور میکنید؟ ببخشید مایلش، دوملو هستید، طرز زندگیتون دیگر است، میفهمم، اما در نتیجه شما هم انسان هستید. یک روز یگان زن به شما معقول می شود، اون زن سیوا شده می تواند، دیگر زن شده می تواند. نمی شود، چون که صاحب یگانه قلب من توی. لطفاً دوملو بس کنید، موضوع رو می پیشیم. من از شما یک خواهش دارم، اگر حتی چنین هم باشد لطفاً به وعده دادتان وفا کنید و مرا در نیمه راه نگذارید. نقطه. این آخران گفته ما با شما شود. خانم زهرا گوش کنید، من بارها گفتم که من شما را در نیمه راه نمیگذارم. تشکر زیاد. با اجازت شما. البته. سلام علیکم. علیکم سلام. من از امنیت کمیسر هستم. یک تحقیقات برده ایستادم. درباره یک طلبه کهنه شما یک چند سوال میپرسم. مرحبا. اما من نو تعیین شدم، با شما کمک کردن نمیتوانم. نباشد درباره کلتکیل است یگان معلومات نداره یا که درباره خواهر گم شده او؟ خدایم چرا اینقدر من بی‌طالعم؟ شوکت بوی انا باز کنو سر شد. شوکت یک دقیقه بس مردک. چی شد؟ باز چی شده؟ کمیسر رونال گفت که یک خبر تاجیلی را به شوکت برسون تا او با کلتکیل است بگوید. برادر تو عقلت رو خوردی ها؟ اون مرد میمونه در قبر آرام خواب کنه؟ کودک بازی نکن شوکت، دروغ میگوی. هر دمان میدونیم که کلتکیل است نبوده. کجا برم؟ بگو کنه بگو. با او بگو که در حقیقت خواهرش را یافتیم. اگر کلتکیل است فهمیدن خواهد که خواهرش کیست، میده به شعبه پلیس رفته تسلیم شود، چون که اوجت در دست سردار اونال است.
در آنجا درباره خواهرش تمامی معلومات است. حجت در کشکشک سردار اونر است. در کدام کشک؟ در کشکشک طرفی راست. برین بگیرینش. حالا در سرم دو سوال دارم. یکمش به شما چرا باور کنم؟ دویمش وقتی تسلیم شدنم حجت های خواهرم را چه خیلی باور کنم که در آنجا هست؟ یعنی از زبان کلتکلس گپ زدم. تو خودت به عقل میفهمی. با او گوی که به ما باور کند وگرنه دیگر یگان راه ندارد. فربشیده بچه؟ درباره خواهرش چه معلوماتی باشد در آن حجت هست. چهارچشمه همین خیل گفت. جای حجت را هم گفت؟ البته در ستولی شکفک اکه اونال در تگی مثلا میدونی شکف به تاجیکی چی میشه؟ برادر ایسو با کجا میروی؟ تسلیم نشوی با ما در اینجا چی کار میکنم به تو؟ چی خیل تسلیم ها؟ اونال خودش را با عقل فکر میکند اما با کالتکله شوخی کردنش را با اون نشان میدهم. با خدا یک پیشوازگیری کلان هیچ در کار نیست شوکت. نقشه عادتی کلاس همین است. باجت دیوانه میکنیم ها؟ میکنیم برادر. چه نقشه داری؟ شوکت یک بازیگری کسبی شاه ما در این گونه حالات چی کار میکند؟ چی کار میکند؟ در تلویزیون دیدم که شخمت بازی میکند. چی کار میکند برادر؟ پیش از حمله کردنش خوب فکر میکند. بله فکر میکنم. کمیسر اونال در این حال باشد گروهش را جمع کرده با آنها صحبت دارد. رفته تسلیم نشدن من را میدانسته است. کالتکلسی که من میدانم آمده با پای خودش تسلیم نمیشود. اما خواه و ناخواه این حجت را گرفتن میخواهد. حالا باشد و فکر میکند که من رفته از شعبه پلیس حجت ها را میدزدم. از همین سبب شوکت حجت ها را در شعبه پلیس نه احتمال کلان در کشک خانهش پنهان کرده است. آدمان در حالی که تو را در شعبه انتظارم تو به خانه در اومده حجت را گرفته میآیند. بزرگان چی گفتن؟ شکارچی ده گپ نیست. وای کالتکلاس. همه رو تفتیش کردی؟ سردارم خاطر نشید. من و همه همین شیر بچه ها به خدمت تیاریم. بیا کالتکلاس بیا کنون. سردارم یکی کالتکلاس از نقشه پروفسیونل شما آگاه شده باشد. آخر شما او را یک بار بدام افتونده بودید که او آدم بیعقل نیست. کالتکلاس هم آدم اندک نیسته که سردار. چی میگویی آدم احمق؟ او عقل دارد و ما نداره. اینطور نگه سردارم. عقل شما را برزگاه ندارد. من در خانه میروم. کالتکلاس در خانه بودن حجت را زخمی کردنش ممکن. گوش کنید بسیار هوشیار باشه. فهمو؟ خطا نکنه نمیبخشم. هوشیار باشه. روید از پس کارتون شوید. بریم بچو. سردارم آخران سوالم را پرسم. پرس. اما وعده دیت که غضبناک نمیشوید. اوف لوین نمیشوم. پرس. سردارم به فکر من زاغسیا کالتکلاس نه شوکت است. شوکت؟ بله سردارم. پسرم چشم داریم شوکت آخر مرد قد پست است. لیکن سردارم نقاب میپوشد. با فکر من وقتی که نقاب میپوشد قد شوکت دراز میشود. لوین اوف پیش درو به خانه میروم. در رو کشم. رفته.
جواب ده هله، جواب ده. عزیزم هله حاضر تمامی در و تریده ها را محکم کن. اون حال چه شده ایستاده است؟ مرا ترساندی. عزیزم یگان جای ترسش نیست. من کمی پس در خانه می شوم. تو حالا در کجایی؟ در راهم آمده ایستادم. آمدم بعد گم میزنم. گفتم را کن لطفا. مایلش با دقت باش، در نهایی که در هراس افتیدم. خدایا یگان چیزی بد نشوده. اون حال جواب ده. لبای الو، اون حال در خانه کسی هست؟ بسیار ترسیده ایستادم. در کریدور بله آرام باش. مایلش از خانه زود برو، زود برو. من زود می آیم. مایلش چه شده ایستاده است؟ جانم در همینجا انتظار نه چه شده ایستاده است؟ من میترسم. بعد میفهمونم عزیزم. رفتیم لبند. از تقدیمات نازیم رکردز با افتخار 25مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در طربخانه 1001 شب با تشبث هنرمند جوان زبیدالله سیدشاه برنامه فرهنگی تحت عنوان مهر پدر برگزار می‌گردد. چورابینی فرهنگی با اشتراک صداهای استرادای تاجیک، سنگلی میرزا،
صادق خو، زیادین نورزاد، زفر ایوبی، حبیبه دولتова، روزی بک فیضلی، مسلمه قادرova، قربان علی شریفزاد، فیروزه حفیظova، شهریار دولتов، هنگامه عبدالسلام، نینجانی سیدلی، عزیزه، مونیسی ابراهیم، منیژه سبا، خیردین شریف، انیسا، سیاوش، شهزادی دوران، نسیم سعیدزاد و دیگران برگزار می‌گردد. تنها یک روز و تنها در طربخانه 1001 شب 20 ایول ساعت 19. 1001 شب مهری پدر. از تقدیمات استودیوی اسکر پروداکشن، سراینده جوان و با استعداد کرامت‌الله قربان. клипи навихеш зери унвони инсон ба наздикӣ клипи нави караматуллои қурбонро бо номи инсон аз дуконҳои фитафурӯшӣ дастрас намоед. سلام علیکم کسی؟ انا بچم مرد فیض‌آباد چیمته داره. سلامت باشه. انا بچم مرد چیمته که بود نه همین نزدیکی ها درد بشکنه اینه. آنا بیجوار رو بغلتم که شمارم برسه کم تا بازم نیست ها. هر ساعت تشریح تریخشله. یک چیمته می‌دی. فیض‌آباد. شما مقننه ببینه برای دیگه فیل چیده باقی. 10 تومان. مالی خوب. انا بچم. انا 10 تومان. رحمت انا رحمت اوه ایمان ابو چی خیلی سازی شده تکی نکن جو بره ببین ها باید دوبار برم نه یاسم بوده یاسم بوده گوش کن یا بچه بود برای دانی مش بزنی دیوار میگرده و کارتو میده با یاسم بگم ببین چه سایبی برای کارتو میگم بگم برس بده السلام علیکم. لحظه سوازی افغان. فیض‌آباد. از کجا میگیری؟ اینجا. السلام علیکم. افغان هر دو بلیتش 20 میشه ما؟ 20 ما؟ مایدا. دو بلیتی؟ کش نگاه. کجا نگاه میکنی؟ بیا. رحمت کلا افغان. کجا نگاه داری؟ پیش نگاه کن. بیا. اویلمای. افغان یا تا 35 یا تا 37 بود؟ یک مسافر گرفته مسافر؟ خمالش علیش میکنه رحمت کلا اپا بله رحمت کلا اوه در میچه خدا عقل داری نداری با کرمه ایست من اگه نسی باشم فیض‌آباد برم خواهیم سرکی را اگر باید باید ما بودم یا بسم الله السلام علیکم نظر سوزه اپا من دو تا بلیت فیض‌آباد مایلش خوش آمده درا دانت شده که نگاه بکنی نمیفهم اشکر رو بی بسم الله الرحمن الرحیم علی با کمال الله تعالی فیض‌آباد میره کسی باشه حالا باید فیض‌آباد میره فیض‌آباد چی میشه یک بار دمه فرولم جان چه بگذار بکن بگذار بالاتر بریم بالاترش خوب ایده با السلام علیکم مصفر و علیکم السلام با نغزه سازه تینجه شکر بکن نغزه شکری خدا شکر بابا جا خدمت ما همه قطعی اویلمین ما گفتم همه بلیت های ما خیلی غلطی دایده 35 و 37 36 در شما بوده اما دختره که ما همجا گفتم ما میریم با علیش میکنیم میگم که شما اینجا شینه ما قطعی اویلم شینه اکه با کم گوش کده اکه این دفعه که گفتم با این تری با اقای پشکره در نغمه میروری من همه گفتم همونجا که من دمک را دمک گیرم شما بزنم من گفتم مزم نیسته همه من گام سازه یه من رقم نکی باید یه مسافری افتوزه پیشتره بوری نیست این من همه جا شمال خوشرو همه چی هست من همه جم همو خیلی ای جم همو خیلی من قطعی همه اویلم گفتم شیرم کمتر صحبت کنیم اگه بچه هم یکم که گجیش بچه چه جنسی شما بتا چه من هم سرف فریب کنستی شمال پامال نیسته من همه دمکی در دمک گیرم حالی شافیرم میگم که درجه پایان کنم من مردم نیستم تو قامون نتی من گوش کن من در جنگ اشتراک کنم که دیگه نه اون برای بقام نکته برم
ای مسافر ما التماس کردم جنگ بزرگی وطنی اشتراک کردیم حرمت میکنیم خیلی چی؟ خب بیا اینجا شیر ما اونجا شیریم مرخی گپ داریم بچه یا سمی عجب خیلی مسافر دم نخواهم تکرار بچی برو در جای مشنی باشی من دام شده ای نکی مسافر نمیفهمیدی من در همون در گفته که داری خب که بیا ای در کنه نگاه من داشت که تاکی چوا برام فرستم تیاسم ای گم جوسین همه ای سر تایدون من مگه دیگه اولم نیستن اینه پورتا باید اینجا پینجا که ای گولازم مسافر بسیار فهمیدیم تا یا کایی من مسافر جازا کو جانجولا پینجا که ای سر همین یکتا چیپتا من در خیلی سیواب خالده اویلام دا 35 بگم بیا علیش کنیم جمهورت من جنگ بزرگ وطنی اشتراکم جنگ یپونیا مسافر بگم بگم شو سوراش بگم بیا اینجا شیخم ما اونجا شینم این نمه خزان؟ نمه خزان نجا فی طلب بیا بود بکر من ما 5 سومونید بتیم من جمعه که شوفی را ببینم سلام علیکم مسافر ما تو کی تو با نمیخوام جام تو بابی اونی اکا تو خوشو دارم بیا گوشتا بیو چی بگو با گوشتا بیو رخی تو راست بگو؟ راست بگو گد من راست ای راستی راست بگو راست ما کامل بر وقت بگو من زین نباشی نداشته تو ما دیگم نگیری که آسا کاردار یوزی یا خیلی که مفتاد تو بودم چی بگم من که اینجا بشنم بابا راستن نگو تو انا ما هم اینجا بشنم یاسم تیمتا یاسم یاسم تی اکا یاسم اینجا بیا چه بگو پاس من تو را 5 نه 10 سومونی میتیم راست بگو اوه یک قبل است که قبل بپرس همین مسافر چی گفتی که این خیسته ما ای سهرای زوراش کردم زوری کردم ای جوش نجومی چی بابی ما بدون چی گفتم چی گفتم دانستم نفهماده ما گفتم بابیه ایست کمی که فایزا بود میره ای دیگریش میره